ترای یک دشت کلان و پهناور و فیض بخش و روزی رسان در وادی کولاب محسوب می شود. این دشت همیشه چشم سیر و خانه امید مردم ختلان زمین بود و هست، زیرا مکان غله و دانه، باغ و راغ، چارواداری و زراعتکاری محسوب می شد. گذشتگان ما به این جای چون به یک مکان مقدس مناسبت می کردند، زیرا می دانستند که تا زمان ترای هست در کولاب کسی گرسنه نخواهد ماند. مردم کولاب نیز به این دشت همیشه با نظری نیک و دلی پر می نگریستند و امید داشتند که هرچند خشکسالی و کم حاصلی آید هم این دشت پر از فیض و برکت مردم را بینوا نخواهد ماند. در آن البته غله ثمر می آورد، باغ حاصلی فراوان می دهد و چاروا سالم می ماند، زیرا که ترای اقلیم خوب و مساعد و باد و هوای سلخین و برای غله‌کاری و چارواداری و دهقانی موافق دارد. واژه ترای در لغاتنامه ها به معنی همواری در دامن کوه تفسیر می شود که کاملا درست است. حالا ما اگر از این نقطه نظر به ترای نگریم مشاهده خواهیم کرد که این دشت در پادامن یکی از بلندترین کوه ها در وادی کولاب امام مسکره جا گرفته است. کوه امام مسکره در سلسله قطار کوه های حضرت شاه از همه بیشتر موقع دارد، البته با پهنایی، بلندی و بزرگی خود. از این رو ترای به هیچ تردید یک همواری در کنار کوه بزرگ امام مسکره دانسته می شود. هرچند که در ختلان و بدخشان از امام مسکره دیده کوه‌های بلند و با وسعت دیگری هم داریم، اما در پادامن هیچ کدام از آنها دشتی را به مثل ترای به چنین حشمت و بزرگی ندیده ایم. هیچ کسی هم در این دو ولایت بزرگ دشتی را با نام ترای در خاطر ندارد. از این رو ترای در موقع خود بی‌نظیر است. در طول تاریخ دشت ترای ده ها مراتبه از دست به دست گذشته باعث کلفت و کشتار و قتل و مرگ هزارها ساکنان دیار گردیده است. به این دلیل در دهه داغستان یک بلندی هنوز پابرجاست که مردم محل آن را کلمناره می گویند. موسفیدان دهه یادآور می شوند که این مکان به آن خاطر چنین نام گرفته است که در مبارزه ها برای به دست آوردن دشت ترای اجنبیان از سر مبارزان مردم بومی کلمناره بنیاد کردند. ولی مردم غیور و باننگ و آر این دیار هرچند از سرشان مناره هم بنیاد کردند، به زودی نزد دشمنان سر تعظیم فرود نآوردند. در ابتدای عصر 20 دشت ترای دوباره به مردم بومی برگردانیده شد. آن ایام امکان به وجود آمد که زمین‌های حاصلخیز این دشت باستانی با مردم برابر تقسیم شوند و در زمینه این تقسیمات خواجگی‌های دولتی تشکیل یافتند. اما باید گفت که تنها در زمان استقلال کامل جمهوری تاجیکستان دشت باستانی ترای تولید دوباره خود را یافت و غله‌کاری به معنای حقیقی خود محض سالهای مستقلیت کشورمان در اینجا رشد کرد، چون که خواجگی‌های دولتی تجدید شدند، زمین‌هایشان پورا به مردم بومی وارثان اصلی گذشتگان باننگ این سرزمین برگردانده شد. حالا در اینجا نوع‌های گوناگون گندم پرورش می‌یابد و تجربه دهقانان نشان داده است که از زمین‌های للمی ترای امکانی از هر گکتار تا 30-40 سنتنر حاصل به دست آوردن موجود است. امروز دشت ترای برحق پورا به مکان غله تبدیل یافته. در این زمینه چارواداری هم
رشد میکند. البته وقتی که چاروداری رشد میکند این چیز سمت پرورش غله‌کاری را تا اندازه تغییر میدهد، زیرا ضرورت پیش میآید که یک قسمت زمین ها برای پرورش خوراک چاروا جدا گردند. در زمان شوروی جای غله را تدریجاً یونچخه پروری گرفت. سالهای دراز این دشت برای چارواداران همچون مکان خوراک چاروا خدمت کرده است. خواجگی های کلان چاروا پروری که در اینجا تأسیس یافتند و در آنها ده ها هزار سر چاروا پرورش می‌یافت، امکان رشد ساحه را در این منطقه به وجود آوردند. امروز نیز چارواداری در اینجا خیلی رشد کرده است. سرشمار چاروا در این موضع نظر به دوران شوروی به مراتب زیاد گردیده است و البته این یک دستاورد است که آن را نادیده گرفتن نشاید، ولی اگر این روند با همین سرعت پیش رود می تواند به طبیعت زیبای تیرای تأثیر رساند. خلق ما مقال خوبی دارد، مشکل نیست که آسان نشود. این مشکل را تنها در صورت آبشار کردانیدن دشت تیرای به پورگی می توان از بین برد که این امکان پذیر است. دشت تیرای در بعضی از سرچشمه‌های تاریخی با نام تیرای هزار چشمه زیاد می شود که منظور از این افاده سیراب و سرچشمه بودن آن است. متاسفانه سبب خیلی زیاد سوء استفاده شدن زمین‌های این دشت در زمان شوروی و از اندازه زیاد رواج دادن یک زراعتی خصوصا یونچخه پروری، بسیاری از چشمه‌های طبیعی این دشت خشکیده نابود شدند. و این نگاه نکرده حالا هم آب یک قسمت از این چشمه‌ها جاری است که توسط آنها تا جای بعضی از زمین‌های تیرای را آبشار گردانیدن امکان دارد. حالا اگر قسمتی از این چشمه ها خشک شده باشند، خوشبختانه از کنار دشت یک دریای سیراب جاری است که آن امکان پوره آبیاری کردن تیرای را دارد. مشکل آن است که آن آب را باید توسط نوسازهای پر اقتدار به بالا پرتافتن لازم است. در مورد پوره آبشار گردانیدن دشت از حساب حاصلناکی بلند محصولات خراجات را پوشانیدن امکان دارد. در این مورد برای مردم محل شرایط پرورش همه گونه محصولات از جمله سبزوادکاری نیز فراهم می آید. به راه ماندن چنین شکل کار پیش از همه به زندگی و روزگار مردم تاثیرگذار است. گذاشتن به این اصول کار در شرایط زمین‌های آبی حاصلناکی مهنت را با مراتب بالا می برد. یعنی تا این دم مردم اگر فقط به غله‌کاری عادت کرده بودند، اکنون به سبزوادکاری می گذرند و این منفعتی بیشتری برای اقتصادی هر عائله می آورد. زیرا زمین های تیرای از لحاظ حاصلناکی و صفت بهترینند و آنها را می توان با زمین های حاصلخیز رشت و لخش و نورآباد و طویل دره برابر عنوان کرد. شاید این زمین ها تا جای برتری هم داشته باشند، زیرا اقلیم باز هم سلقین‌تر و موافق‌تر است. در مورد آبشار گردیدن دشت امکان خوبی باغداری نیز به وجود می آید. حالا در اینجا از جانب صاحبکار دیار اسکندر حکیموف یک باغ نمونوی اینتنسیوی بنیاد شده است که حاصلی فراوان می دهد. توسط این اقدامات خیرخواهانه برای تیرای یک مرحله نو بازگردید. اکنون امکان پیدا شد که توسط برنامه‌های گوناگون بیشتر از 20 هکتار زمین شاداب گردد. اگر چنین اقدام‌ها از جانب صاحبکاران دیگر نیز با وجود آید، یک اقدام شایسته خواهد شد در راه باغداری در دشت تیرای. در مورد آبشار گردیدن دشت همه قضیه های دیگری آن تدریجاً حل خود را پیدا می کنند و اگر به این مسئله حکومت محل توجهی بیشتر ظاهر کند و برای عمل شدن آن کوشش نماید، قضیه راه حل خود را حتما پیدا می کند. بله، تیرای همیشه چون یک مکان فیض بخش و پربرکت بود و همین طور باقی می ماند. آن هرگز رسالت رزق آفرینی خود را از دست نخواهد داشت.
این دشت باستانی امروز هم در خدمت مردمش پابرجاست و باز امکان فراوانی دارد که برای آنها سالیان زیاد منفعت دارد. تنها عقل و ذکاوت، استفاده تجربه پیش قدم، علم، دانش و ملکه عمیق کاری لازم است که از این مکان با سخا هرچی بیشتر و با ثمرتر استفاده کنیم.